بسم الله الرحمن الرحیم. در آسمان ستارگان اصحاب پیامبر وقتی گام برمی‌داریم هر بار با چهره دیگر، با تصویری دیگر و زیبایی دیگر و آرامشی دیگر و تلألؤی دیگر و نوری دیگر برخورد می‌کنیم. امروز داستانی دیگر از داستان یاران پیامبر، داستان ربیعه ابن کعب. ربیعه ابن کعب. ببینیم ربیعه ابن کعب کیه. برای خیلی آگاهی پیام میدن آقا این یاران پیامبر ما تا به حال نمیشناختیم، اسامیشون رو ندیده بودیم، نشنیده بودیم. واقعا همین جوریه. حتی یک عالمی برای من پیام داد که خود ما هم نمیشناختیم. متاسفانه ما بیگانه هستیم با قرآن خدا، بیگانه هستیم با سنت صحیح پیامبر، بیگانه هستیم با سیرت پیامبر، بیگانه هستیم با سیرت یاران پیامبر، تابعین پیامبر و امیدواریم گام گام بتونیم در این مورد آشنایی پیدا کنیم. خود منم همینجوری، با اینکه سالهاست با زندگی یاران پیامبر سرگرم هستم و آرامش پیدا میکنم، ولی هر بار به سبب مشغله‌های متعدد اسامی رو فراموش میکنیم، زندگی هاشون. ولی دوباره که میخونم میبینم یک نور دیگر و یک تجلی دیگری در درون سینمون پدید میاره. از جمله داستان امروز ما ربیعه ابن کعب هست. ببینیم با خود شروع میکنیم. خود ایشون میگه که من سن کمی داشتم که تازه نور ایمان در قلبم اومده بود و درون من پر از نور ایمان و اسلام شده بود و چشمان من هر بار روشنایی پیدا میکرد از دیدار رسول خدا صلی الله علیه و سلم و تمام اعضا و وجود من سیراب میشد از محبت ایشون، از تماشای ایشون، از اطاعت و فرمان روایی از ایشون و خیلی علاقه‌مند بودم. هر لحظه علاقه من بیشتر میشد که بتونم تمام زندگیم رسول خدا باشه و دین خدا باشه و آگاهی پیدا کنم. در هر صورت ایشون جزو اصحاب صفه بوده، در واقع جزو کسانی بودن که اومده بودن مسلمان شده بودن و کسی چیزی را هم نداشتن، در قسمتی از مسجد النبی اونجا زندگی میکردند و بالاخره مسلمانان هم کمک میکردن و خب اینها هم 5 وقت نماز میخوندن، هم کنار مسلمانان بودن و هم کسی بالاخره به عنوان برداشت کنندگان و شاگردان دین حساب میشدن. اما این میگه من با خودم گفتم تو چی کارت شده؟ چرا خودتو نمیری دربست در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم قرار بدی تا بهره مند بشی از این حقیقت، از این نور؟ برو پیامبر بگو چه اشکالی داره؟ تو تلاش خودتو بکن. اگه پیامبر قبول کرد که خوش به حال دیگه، خوشبخت میشی و از این دیگه چی بیشتر؟ هر لحظه محبت پیامبر هم بیشتر میشه، هم خیر دنیا و هم خیر آخرت نصیبت میشه. میگه بالاخره تو این جریان با خودم کمی کلنجار رفتم و میگه رفتم پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، گفتم رسول الله من میخوام در خدمت شما باشم، میخوام خدمت شما رو بکنم، خواهشم میکنم منو قبول کن به عنوان اینکه بتونم در خدمتتون باشم، کمکی براتون انجام بدم، تو زندگی کاری دارید، چیزی میخواید بتونم انجام بدم و خواهش میکنم، تمنا دارم که منو ناامید نکن، روی منو زمین نزن و قبول کن که من خدمتکار شما باشم. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم قبول کرد و من از اون روز مثل سایه پشت سر پیامبر، کنار پیامبر همراه بودم و حرکت میکردم هر جا پیامبر میرفت و میچرخیدم در هر مسیری که پیامبر میچرخید. یعنی گویا که من تابع پیامبر و کنار پیامبر و همراه پیامبر بودم. به هر طرفی پیامبر نگاه میکرد من به همون سمت میرفتم و هر چه پیامبر هنوز اراده نکرده بود من براش انجام میدادم و در برابر پیامبر آماده بودم و منتظر بودم پیامبر نیازی داشته باشه، کاری داشته باشه، من سریعا برم اون نیاز پیامبر رو برآورده کنم. آبی خواست، چیزی خواست، من براش سریعا براش فراهم بکنم بیارم. و میگه من تمام روز رو در خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بودم. وقتی که خب شب میشد دیگه، حالا دیگه پیامبر خدا هم میرفت به خونه‌ش و منم دیگه میرفتم پیش سایر اصحاب پیامبر در مسجد النبی. اما با خودم گفتم خب تو چه میدونی، شاید یه وقت پیامبر خدا شبم کاری داشت، از خونه بیرون اومد، کاری براش پیش اومد، اینها، برو شبها هم در خدمت پیامبر خدا باش. و این بود که دیگه میگه من صبر نکردم، رفتم پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، حتی شبها هم در خونه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، در خونه هم بیرون می نشستم کنار در خونه پیامبر و همونجا بودم، از این پهلو به اون پهلو میشدم شاید پیامبر بیاد کاری داشته باشه. میگه حتی یکی از این شبها رسول خدا صلی الله علیه و سلم بلند شده بود داشت نماز میخوند و من دیدم که شب میگه سوره حمد و پیامبر خوند، فاتحه الکتاب، و همچنان این سوره حمد رو در اون شب هی تکرار میکرد و هی تکرار میکرد تا جایی که میگه من خسته شدم دیگه، رها کردم و گویا که یا چشمام خواب گرفت خوابم برد
و حتی میگه چه بسا مثلا یه بار پیامبر میگه سمع الله لمن حمده و همچنان این رو تکرار میکرد در یک زمان طولانی و مثل اینکه اون جریان مثلا سوره فاتحه بوده و میگه خب من از پشت اون در خونه پیامبر میشنیدم. نکته خیلی جالبی که وجود داره، میگه که عادت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مبنی بر این بود که وقتی کسی براش کاری رو انجام میداد، یه کار خیلی رو براش انجام میداد، بهش محبتی میکرد، پیامبر هم سعی میکرد که اون رو تلافی بکنه، جبران بکنه که اون شخص به قول معروف فکر منتی بر پیامبر مثلا نداشته باشه. حالا طبیعت پیامبر بود، نیست که خدا نکرده شاگردان پیامبر منتی داشته باشن و این طبیعت پیامبر بود. یه روز پیامبر رو به من کرد، گفتش که من میخوام به خاطر محبتی در حق من داری یه کاری برات انجام بدم. گفتم چی یا رسول الله؟ لبیک یا رسول الله، هر کاری شما بگید من گوش میکنم. گفت نگاه کن، از من بخواه، هر چی دوست داری از من بخواه. مال میخوای، زندگی میخوای، زن میخوای، خونه میخوای، وسیله راحل میخوای، هر چی میخوای، مرکب چیزی میخوای، هر چی میخوای از من بخواه تا من بهت بدم. میگه من یه کمی با خودم تأمل کردم، گفتم باشه فکر میکنم. گفتم یا رسول الله اجازه بدید من فکر بکنم که چه چیزی رو از شما بخوام. حالا که شما چنین محبتی در حق من میخواید بکنید، چنین پاداشی رو میخواید من بدید، صبر کنید تا من ببینم چه چیزی رو از شما بخوام و بعد من به شما خبر خواهم داد. خب پیامبر گفت اشکالی نداره، میتونی بری خود تصمیم بگیری، فکر بکنی، من در خدمتتم. میگه اون روز من خب جوون بودم، فقیر بودم، زن و بچه نداشتم، ثروت نداشتم، خونه نداشتم، در گوشه ای از مسجد نبی داشتیم زندگی گرفته بودیم، پناه گرفته بودیم مثل سایر فقرای مسلمانان و مردم ما رو گاه گاهی دعوت میکردن، غذا میدادن یا برامون غذا می آوردن و یک برخی از مسلمانان ممکن بود برای ما صدقه یا هدیه چیزی بیاوره، برای ما می آوردن، برای پیامبر می آوردن، صدقه چیزی بود پیامبر به ما میداد و خب ما با زندگی و با زندگیمون و با صدقات مردم و با دعوتی‌های مردم و هدایایی که پیامبر و اینا بهش داده میشد به ما میداد، ما داشتیم زندگیمون رو میگذروندیم. بعد با خودم گفتم که خب اگه من از رسول خدا بخوام دنیا رو بطلبم، امکانات دنیا، بگم یا رسول الله مثلا من از فقر نجات بده، دارای ثروت بشم، دارای همسر بشم، دارای فرزند بشم، چطوره تا همچین چیزی بخوام از این شرایط خارج بشم؟ بعد میگه نه، با خودم فکر کردم، نه وای به حالت ربیعه، تو داری چی کار میکنی ربیعت ابن مالک؟ این دنیا که خب پیامبر بده، دنیا میاد و میره، این دنیا که فانی شدنه، این دنیا که بی ارزشه و این رزقی که خداوند تو رو، رزق تو خداوند کفالت کرده دیگه، بعد تو دیگه باز چی میخوای که پیامبر چیزی بهت بیشتر بده؟ حالا فعلا به این دنیا ضرورتی نداره برات و چه بخوای چه نخوای بالاخره شرایط فراهم خواهد شد و هر روزها تغییر خواهد کرد، همینجوری دنیا میاد و دنیا هم میره، این کفالتش هم دست الله و شرایطی که خودت درش هستی. اما میدونی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم چه جایگاهی نزد پروردگار تو داره؟ تو یه چیزی رو از پیامبر بخوا که اون در ارتباط با آخرت باشه، از فضایل آخرت باشه. میگه وقتی که به این نتیجه رسیدم دیگه آروم شدم، خیلی خوشحال شدم، دیگه استراحت کردم و سرمو گذاشتم. بعد رفتم پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. پیامبر گفت چیه ربیعه، چی میخوای از من؟ گفتم یا رسول الله من یه چیزی از شما میخوام. گفت چیه؟ گفت میخوام که دعا کنی برای من پیش خدا که خداوند منو دوست و همراه تو در بهشت قرار بده. من از شما میخوام که برای من دعا بکنید من ربیعه ابن مالک رو دوست و همراه شما در بهشت بکنه. پیامبر نگاهی کرد، من گفت چه کسی این بهت یاد داد؟ کی این یاد داد؟ کی این سفارش رو به تو کرد؟ گفتم یا رسول الله قسم به خدا هیچ کسی به من این رو یاد نداده، اما با خودم گفتم که من اگه از شما از متاع دنیا، کالاهای دنیا، این چیزایی که در این دنیا از چیزی رو بطلبم، بالاخره اینها میاد و میره، این دنیا فانی هست. گفتم چیزی رو از شما بخوام که باقی و جاودان باشه. بعد میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم یه مدتی سکوت کرد، طولانی سکوت کرد. بعد گفت چیزی دیگه غیر از این نمیخوای ربیعه؟ گفتم نه هرگز یا رسول الله من چیزی دیگه غیر از این نمیخوام، هیچ چیزی هم با هیچ چیزی هم حاضر نیستم این رو عوضش بکنم. گفت خب باشه، حال که اینجوریه تو هم تا میتونی در سجده زیاد تلاش بکن، یعنی عبادت زیادی رو انجام بده تا بتونی در اونجا رفیق من
در بهشت بشی. میگه من از اون روز به بعد دیگه تلاش خیلی زیادی کردم تا بتونم رفیق و همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در بهشت بشم، همین جوری که در خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در دنیا بودم. خب داستان رو تا همینجا داشته باشید. ببینیم داستان ازدواجی داره ربیعه ابن مالک. داستان ازدواجی داره که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهش پیشنهاد ازدواج میده. این داستان رو انشالله در جلسه بعد خدمت شما ارائه خواهم داد. تا روز دیگه و جلسه دیگه در پناه خدای مهربان باشید.